سلام عرض میکنم خدمت شما. من از سوئد تماس میگیرم خدمتون و میخواستم راجع به مسئله طلاق باهاتون مشورت بکنم با همسرم. خواهش من بفرمایید. من باهاتون تماس گرفته بودم نزدیک به 3 ماه گذشته. حالا چون قطعا شما خاطرتون نیست چون خب تماس زیاده، ولی فقط شما آخرین توصیه‌ای که به من کرده بودید فرمودید که یه ذره راجبش فکر بکن و بیشتر فکر بکن و تأمل کن راجب این اتفاقاتی که افتاده. و من چون ایشون ایران هستم و من سوئد زندگی میکنم و قرار بود که بیان اینجا، متاسفانه حالا در واقع اینجوری باید بگم که یه متراجعه بحثی نه صبر کنید چون حالا من که یادم نیست، دوم که شنونده های خوب و عزیز ما بیشترشون ای بسا اونا نیستند و اونا باهوشترن یادشون هست، ولی من یادم نیست. فراموش کنید اولا شما اصلا درباره خودتون، همسرتون، ازدواجتون، شرایطتون به صورت خیلی خلاصه یه توضیح بدید که اصلا همه ما بدونیم شما درباره چی داری صحبت میکنید. بله درست. من هولوش تقریبا 2 سال و نیم پیش ما با هم آشنا شدیم. یکی از بستگان ایشون در سوئد زندگی میکنم و من از طریق ایشون با ایشون آشنا شدم. 7 ماه تلفنی با هم صحبت کردیم و من بعدش با هم یه سفر رفتیم به ترکیه. بعد من برگشتم به سوئد و دوباره یه سفر دیگه ایران رفتم. 10 روز دیگه پیششون بودم، با هم آشنا شدیم. بعد مجددا برگشتم سوئد و بعد از 5-6 ماه تلفنی صحبت کردن دوباره یه سفر دیگه به گرجستان داشتیم و تو اون سفر آخری به این نتیجه رسیدیم که خب دیگه زیاد با هم بودیم، 1 سال خورده بود و تصمیم گرفتیم که من برگردم سوئد و بعد دیگه مقدمات کار ازدواج رو به اصطلاح فراهمش بکنیم. حالا به من بفرمایید صبر کنید. الان هر دوی شما چند سالتونه؟ من 32 سالمه. ما 10 روزشون از من کوچیک‌ترن. 32 سالمون هر دو. اوکی. به من بفرمایید هر دو فرزند چندمی؟ من پدر مادرم جدا شدن از هم دیگه. از پدر مادر خودم تک فرزندم کلا، یعنی فرزند اول. تک فرزند. ایشونم فرزند اول. 2 نفرن فرزند اول. اون دومی پسری یا دختره؟ پسر. به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من موسیقی در واقع ایران خوندم، بعد اومدم سوئد که پرستاری خوندم و الان تو بخش پرستاری در واقع مشغول هستم، با اون پرستار دارم سوئد کار میکنم. ایشونم زبان انگلیسی خوندن ایران و کارهای مختلفی رو انجام دادن، تو دفتر مجله کار کردن و کار. شما چه مدتی است که سوئد هستی؟ من الان 7 سال تقریبا. بله 7 سال شد. اوکی. حالا شما بار اولی که با هم معرفیتون کردن تا اون زمانی که تصمیم به ازدواج گرفتید چه مدت روی هم؟ نزدیک 1 سال خورده ای طول کشید، درسته؟ 1 سال و 4-5 ماه شد. اوکی. و این کی بود این 1 سال و 4-5 ماه؟ اون در آخرین سفری که تصمیم به ازدواج گرفتید چه مدت قبل بود؟ دقیقاً پارسال. پارسال ژانویه. اوکی. اون وقت این داستان 2 سال و نیم چیه موضوعش که بهش اشاره کردید؟ قصدتون از آشناییتونه تا الان؟ از آشنایی گفتم کامل. یعنی از آشنایی تا الان. ولی شما عقد و ازدواجی که صورت نگرفتید؟ گرفتید؟ شما عقد رفتم ایران عقد کردید. نه کدوم سفر رفتید ایران؟ بعد از در سفری که بعد از گرجستان تصمیم گرفتیم، سفر آخر دیگه من رفتم ایران و عقد کردیم و من برگشتم سوئد. آیا عقد و ازدواج بود یا فقط عقد بود؟ در محضری بود که با هم عقد کردیم. نه اون میدونم، ولی آیا واقعا اون چیزی که ببینید در عقد یه مفهومه، به هر حال ازدواج یا عروسی یه مفهوم دیگری است، حتی بر اساس قوانین. نمیدونم هنوزم هست یا نیست. اگه شما کسی رو عقد کنید و جدا بشید حتی مهریه‌اش نیست اگر رابطه جنسی نداشتید، ولی اگه داشتید فهم کنید. خواستم ببینم که آیا به نظر شما، اصلا قصد من مراسم نیست، عقد و ازدواج و عروسی صورت گرفته یا فقط عقد بود؟ عقد بوده، ولی خب عقدی بوده که قرار بوده حتی به عروسی هم برسه، یعنی ولی نه قرار کاری نرم. آیا شما با هم رابطه کامل جنسی داشتید؟ بله. خب پس بنابراین دیگه شامل اون نمیشه. خب حالا بعد زمان شما اگر من اشتباه نکنم دقیقاً چه مدتی است که از عقدتون گذشته؟ از عقد ما دقیقاً پارسال ماه یولی. نه پارسال
ژانویه. بله. خب اگه ژانویه بوده یعنی مثلا 20 ماهه که گذشته تقریبا. بله. البته با اینکه پس کلش 2 سال و نیم بوده میشه 30 ماه، حالا با 1 سال خورده آشنایی خمخوانی نداره، ولی اون اصلا موضوع منی. خب علت این که الان پرسش براتون مطرح شده درباره ازدواج چی عزیز؟ ببینید پرسش اینه که ما با هم یه مقداری مشکل پیش اومد، از یعنی یه سری نگرانی‌های خیلی زیاد و به نظر من عجیب غریبی ایشون داره که یعنی به نظر من از لحاظ مالی ایشون هی همش نگرانی داره که من بیام سوئد کار ندارم چیکار کنم. بعد اون حرف نه ببینید این که یه کسی برگرده بگه من اولا تخصص و مهارتی ندارم، ایشون زبانی میدونن که در سوئد خریدار نداره و ای بس و اکثریت قریب به اتفاق افراد بزرگسال سوئد بیش از ایشون زبان انگلیسی رو میدونن، پس بنابراین ایشون به اونجا که بیان با مهارتی نمیان، در نتیجه باید یک کاری عادی و معمولی بکنن و همین. و اینکه کار ندارم خب درسته، ولی کار پیدا میتونن بکنن. خب همینجا من اجازه دارم یه چیزی خدمتتون عرض کنم. حتما. ایشون من بهشون گفتم که شما اینجا میاین، من دارم الان کار میکنم، اخیراً هم غیر کار خودم شرکت دیگه هم زدم و من تا زمانی که شما وارد این جامعه بشی، وارد این کار بشی، وارد این زندگی و این فضای اجتماع سوئد بشی، من شما رو حمایت میکنم، اینقدر نگران نباش. من براشون کلاس گرفتم زبان سوئدی، گفتم برید بخورید، میگه من زبان سوئدی بدم میاد. بعد میگه از هوای سوئد نمیدونم اونجوریه. بعد میگه نمیدونم اونجا لباسشوییاشون طبقه پایینه، من در ید من نیست که مثلا برم طبقه پایین لباس بشورم بیارم بالا، خودت باید این کارو. جان دکتر از اینجایی بعد من یه سوالی از تو دارم. آخه شما پدر نه متوجهم. آخه شما 3-4 دفعه رفتیدم. اولا شمایی که در سوئدی میدونید من خیلی موافق به وارد کردن و صادر کردن زن و شوهر از کشورهای دیگه نیستم. حالا اون به کنار، شما توی این مدت که رفتید خب این موضوع رو متوجه، خیلی مسئله اینقدر ساده است که خیلی زود مشخص میشه. ما با یه آدم نگران روبرو هستیم، با یه آدم طلبکاری روبرو هستیم، با یه آدم فرض کنید که جهتدار هدفمندی روبرو هستیم، یا آدمی که اهل مبارزه است و پیشرفته و چالش ها رو میپذیره. آخه اینا چیزایی بوده که مسئله اصلی ازدواج اوناست. اونم شما که در سوئد بودید و میدونید ازدواج در یک کشوری مانند سوئد یعنی یه ازدواج برابر، که من با مثالم همیشه عرض کردم مثل یه اتومبیلی است که 2 تا چرخ سمت راستش مثلا زن، سمت چپش مرد، هم باید اندازه باشن، هم سرعتشون یکی باشه تا بتونه این اتومبیل پیش بره. شما باز پاشده رفتید اونجا، همه این چیزایی که از آغاز مشخص بوده که ایشون با شما تفاوت‌هایی دارن که مربوط به زندگی سوئد نیست. یعنی ایشون یه جور حرفا رو زد جناب دکتر، قبلا اصلا گفت همه رو میکنم. یعنی نه صبر کنید. اگر این موضوع مطرح شده که میدونی زندگی تو سوئد مشکله، زبان مشکله، ما رو به این راحتی ها نمیپذیرند، بعد تو فعلا مهارتی نداری، اونجا باید کارهای ساده و عادی بکنی، ولی من خوشبختانه از نظر مالی وضعم طوریست که میتونم خانواده رو اداره کنم، حتی اگر صاحب فرزندی بشیم از وقتش برمیام. بعدم هوا هم این گونه هست، شما اگر این حرفا رو زدید و ایشون قبول کردند 2 تا معنی بیشتر نداره. یا اون زمان یه تصوری از شما و خودشون داشتن که به هم ریخته، فکر کنم حاضر نیستن که هزینه ای رو بدن، یا یه کسی هستن که نظرشون کلا عوض شده در جهت ازدواج با شما. نه خب من وقتی با ایشون صحبت میکنم یعنی میکردم، به من میگفتن که من به خاطر تو دارم میام، چون به خاطر تو دارم میام اونجا هم دیگه مجبورم تحمل بکنم دیگه. از منم دقیقاً همین نصب کنید. خب گفتم نه یا دیگه اگه اینجوری برای نه من نصب کنید. نه من شناخت که از شد نصب کنید. من حرفم این است که در 6 ماه اول این حرفا رو چه جوری میزدن که نه زبان سوئدی گفتن که همیاری میکنیم. ببخشید من شاید متوجه ایشون چی میگفتن. آره من فهمیدم. ببینید یه زمانی صبر کنید عزیز، یه زمانی است که یه آدمی یه حرفی میزنه بعد حرفشو عوض میکنه، این یه مسئله است. یه زمانی است که نه، من تازه چیزایی در موردش میفهمم که مثلا چون من راجع به پسر داییش نپرسیدم، حالا معلوم شد پسر داییش مثلا خیلی پول داره. خب حالا این اطلاع تازه است.
ولی اگر قبلا هم گفته پسر دایی من فقیره، حالا میگه ثروتمنده، برای من سوال. من پرسشم از شمایی که پا میشید میرید از سوئد میخواید زن وارد کنید از ایران اینه که شما با یه دقتی میکردید چی دارید میشنوید. بعدم موضوعی که الان شما دارید میگید و ایشون گفتن موضوع آشکاره. یه کشوری است به اسم سوئد، یه زبان مشکلی است، یه زبانی است که بسا مثلا 10 میلیون آدم بیشتر بهش حرف نمیزنن، یه زبان مردمی هستن که به این راحتی ها نمیپذیرن، هوای بیشتر شهرها به ویژه شهرهای شمالی بسیار بسیار سرده و ایشون هم تخصصی ندارن که بگید به درد سوئد میخوره. ایشون زبانی یاد گرفتن که اونجا هیچ امتیازی رو برای ایشون به وجود نمیاره، چون سوئدی هم نمیدونن. بنابراین باید بیان یه نوع زندگی رو به خاطر خودش اول و شما این رو پیش ببرید. آیا شما ببینید اگر حرف رو عوض کردند معناش این است که یه آدم یا در حال تغییرن یا دروغگو و پنهانکارن. اگر نه اصلا کل نظرشون عوض شده به هر دلیلی که خیلی این ازدواج رو جالب و جاذب نمیبینن، خب اون یه قصه دیگری است. حدس و گمان شما چیه؟ چون من از حرفای شما بخوام استنباط کنم خیلی به نتیجه نمیرسم. شما فکر میکنید چرا 1 سال قبل یه جور دیگه به نظر شما اومدن و الان یه جور دیگه؟ آیا حرفاشون عوض شده، کاراشون عوض شده، یا اینکه شما این چیزها رو متوجه نشدید و حالا فهمیدید؟ نه، حرفاشون عوض شده. اگه من متوجه می شدم که خودم رو وارد این ماجرا واقعا نمی کردم به عنوان انسانی که دارم برای آیندم تصمیم گیری می کنم. اگه می دونستم دیدگاه ایشون راجبه، یعنی ایشون فلکسیبل نیستن در یک کشور خارجی که ما اگه لازم باشه هممون ظرف شستیم، هممون توی نمیدونم جاهای عجیب غریب کار کردیم و خیلی هم من افتخار میکنم به کاری که کردم، ولی وقتی اگه میدونستم قطعا همونجا خداحافظی میکردم. اوکی، حالا من سوالم سوال نصب کنید متوجه هستم. حالا پرسش مشخص بینی ایشون که حالا با این موضوع ها روبرو شدن یا براشون مهم شده یا مطرحش کردن، میگن چی کار کنیم؟ میگن لطفاً دقت کنید. من میام اونجا کاری رو که سر فرصت و سر صبر که باهاش ارتباط میگیرم انتخاب میکنم. من جایی که تو قبلا کار کردی نمیکنم، من از سالمند نگهداری نمیکنم، نمیدونم تو مهد کودک کار نمیکنم، اینجا کار نمیکنم، اونجا کار نمیکنم. من فقط مثلا میخوام برم طراحی لباس و در این رشته کار کنم، یا مثلا برم کامیونیکیشن و مدیا که خود سوئدیا درسشو خوندن، سوئدی ان و تو همین کشور بیکارن، ندارن کارو. میگم مثلا من این کارو اگه پیدا بشه میکنم و الا لزومی نداره کار کنم. خب من شوکه شدم واقعا از این تفکر. من متوجه هستم که شما شوکه شدی، ولی شنونده‌های خوب و عزیزم متوجه من شدن که از دست شما شوکه شدن. شما منو کلی دعوا میکنی ولی باید باتون تماس میگیرم. نه میدونم عزیز دل، من که نمیگم چرا کاری نمیخوام، یعنی چون ببینید عزیز برنامه که فقط من شما که نیست، مال بقیه هم هست. من میخوام بدونم این کارا چقدر اشتباهه که اصلا ما به این فکر بیافتیم. چرا من عرضم به دوستان این بوده اگه شما تو سوئدید یا تو آلمانید یا تو امریکایید، صلاح شما در این است که با پسر و دختری ازدواج کنید که اونم اینجاست، ایرانی که اینجاست، و حتی نه اینکه تازه 6 ماه 3 ماه اومده، مدتی آمده در حد شما، برای که در اینجا اون شباهت‌های راه و روش زندگی که اسمش فرهنگه بین یه ایرانی که اینجاست و ایرانی که میاد بعد از این مدتی پیدا میشه، و الا برخی از اوقات تفاوت ایرانی که در امریکا یا سوئد با ایرانی ایران به مراتب بیشتر از یه ایرانی با یه امریکایی یا سوئدیه. یعنی میخوام به شما بگم چون اینجا من باش درگیر بودم عزیز، یعنی اون کار شده. الانم نمیخوام هی برم سراغ گذشته، ولی برای من این گذشته به این دلیل مطرحه که میخوام شما با شناختی که دارید پیاموار بشین برمیگردیم. ببینید یه زمانی است آدم فکر میکنه من مشخص بهش گفتم این رو، به من این چیز دیگه گفت، پس الان دروغ داره میگه که من نگفتم. یه زمانی است که نه، حرفی نزد گفت میام، حالا فهمیده خیلی سخت و مشکله. اما یه زمانی هست نه صبر فکر کنید جا. ولی یه احتمال دیگه هم هست که اصلا من براش دیگه اونقدر که قبلا مهم بودم حاضر بود به هر آب آتشی بزنه، زبان رو میپذیرفت، سردی رو میپذیرفت، حالا میگه نه اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا ببخشید منو مجبورم. ای بس الان یک کسی رو من شناختم فکر کنم
مثلا چرا این همه کارا رو برای یک کسی بکنم که حالا یک کسی دیگه اینجا مطرحه؟ چون ببینید این جدایی ها خودش خیلی مسئله است. چرا من میگم ازدواج و خانواده یعنی زیر سخت بودن؟ همینقدر که شما مدتی مثلا ظاهرا عقد کردید، حالا اومدید منتظر ایشون هستید که بیان و تازه معلوم نیست ایشون حالا شرایط سوئد یا اروپا یه ذره بهتر امریکا بود که بس با قوانین قبلی اصلا موضوع اومدن منتفی بود. یعنی اینا همه مطرحه. حالا پیام‌ها رو میشنیم برمیگردیم. شما من بگید به عنوان یه ناظر خارجی که با یه آقایی که شما هستید رو نگاه میکنه و اون خانم ولی همه اطلاعات رو داره، فکر میکنید چی شده در شما و در ایشون که ما به اینجا رسیدیم و چقدر این موضوع جدی است و آیا این جدی بودنش مسئله ازدواج رو زیر سوال میبره یا شما پرسش رو مطرح فرمودین که من تو همین زمانی فکر کنید چرا اینجوری شد از جانب ببینید برای آخه اینقدر ابعاد حدسیات جناب دکتر زیاده که الان من داشتم اینا رو کنار هم میذاشتم، واقعا فکر کنم در مقال این برنامه اصلا نگنجه. ولی من اگه خیلی بخوام کوتاه بگم، حس من اینه که ایشون گفتن آقا ما عقدو که کردیم، پرونده داره مهاجرت هم که باز شد، دیگه داریم میریم دیگه بتازونیم دیگه، حالا اون دیگه یعنی دیگه تموم